میدیده ما یقام با 1,000,000 خطا پرسمات میشوه اگر همیشه ما ایرا بینید دخترای حاضره در آرزوی بلاگر شدن و میلیون پرسماتر گرفتن هستن. خیال میکنن نوارهاشون اگر میلیون پرسماتر بگیره آبرو میگیرن و به جایی میرسن. ای خاله از این گبزنیات فهمیده میشه که آرزوی شوهر کنی نداری یا اگر شوهر داشته باشی میخواهی از شوهر جدا شوی، چون که به نمایش برآمدن و پاپولیر نشیدن همه اینها را از تو میگیره، از شوهر محرومت میکنه و مورد طعن و ملامت مردم قرارت میتیه. در آینده هم یگان مرد سالم نمیخواه با تو ازدواج کنه، دست به دست مردها میشوی و آبروت هم میریزی. آیا تو همیره میخواهی؟ ببین همین بلاگرهایی که نوارهاشون میلیون پرسماتر گرفتن به کجا رسیدن؟ یگان تای هوی و شوهر داره، حتی از شوهرای داشتگیشون محروم شدن و دیگر نمیتونن به شوهر بروین. اینها فکر نمیکنن که زن وقت به حجاب به نمایش برویه زنی لعنت شده و دوزخی می شود که حتی بوی جنت هم در مشامش نمیرسه. این سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است که در روایت مسلم آمده است. آیا سخن پیامبر خدا را قبول دارید؟ اینها فکر نمیکنن که میلیون نفری که نوار به حجابی او را میبینن در گناه همون میلیون بیننده شریک میشون و گناه هر یک آنها را به دوش میگیرن. اینها ای را فکر نمیکنن. تصور کنید در برابر یک گناه به حجابی میلیون گناه دیگر را به دوش میگیره. گناهان خودتون کمی که باز میخواهی گناه میلیون نفری دیگر را به دوش بگیره. این سخن من نیست، سخن پروردگار است که در آیت 13 سوره عنکبوت آمده است. خواهرای عزیز، آیا سخن الله را قبول دارید؟ پس از راه شیطان برگردید، آخرت خود را نسوزانید.